صدقه. زمانی که الله عزوجل زکات را بر مسلمانان فرض نمود و مقادیر آن را نیز بیان کرد، همچنین باب وسیعی نیکویی را از خلال صدقه نفلی گشود، زیرا که برای تقرب به الله متعال غیر از صدقه فرضی صدقه نفلی نیز داده می شود. صدقه نفلی در همه اوقات مستحب است و بخصوص در هنگام نیاز. در کتاب الله و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن تشویق شده، طوری که الله تعالی فرموده است: چه کسی به الله قرض حسنه میدهد تا آن را برایش چندین برابر بسیار زیاد بگرداند. و نیز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که به مقدار خرمایی از کسب پاک که الله تعالی جز پاک را نمیپذیرد صدقه بدهد، الله تعالی آن را به دست راست خود میپذیرد و سپس آن را برای صاحبش پرورش میدهد، همان طوری که یکی از شما کره اسبش را میپروراند تا اینکه مانند کوهی بشود. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کسی را که پنهانی صدقه میدهد در جمله 7 کسی شمرده که الله تعالی در سایه خود در روزی که سایه‌ای جز سایه او نیز قرار میدهد، و مردی که صدقه میدهد پنهانی، طوری که دست چپش از آنچه که دست راستش انفاق کرده نمیداند. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: صدقه اشتباه را چنان خاموش می کند که آب آتش را خاموش می سازد. و مستحب است برای هر مسلمان که به خویشاوندان نیازمند خود که نفقه آنها بر وی لازم نیست صدقه بدهد، مانند عموهایش و داییهایش و زن به شوهر فقیرش و امثال اینها، که این صدقه بهتر است از صدقه دادن به دیگران. الله تعالی می فرماید: یتیمی خویشاوند. و در حدیث شریف آمده است: صدقه بر مسکین صدقه است و صدقه بر خویشاوندان 2 چیز است، یکی صدقه و دومی ارتباط خویشاوندی. باید که زکات را از مال حلال خوب و دوست داشتنی خود برگزیند. الله تعالی فرموده است: هرگز به نیکویی نائل نمی شوید تا از آنچه که دوست می دارید انفاق کنید. همچنین پنهانی صدقه دادن سنت است، زیرا که این شیوه به اخلاص نزدیکتر و از ریاکاری و خودنمایی دورتر است و به معزز داشتن فقیر نیز نزدیکتر می باشد. الله تعالی فرموده است: اگر صدقات را آشکار بسازید خوب است و اگر به طور پنهانی به فقرا بدهید برای شما بهتر است. بقره 271. اگر در ظاهر کردن صدقه مصلحتی بود، مانند این که دیگران از وی در انفاق پیروی کنند و نیز تشویق حاضرین بود، ظاهر کردنش مستحب است، ولی مسلمان باید به نیت خود متوجه باشد. و در زکات و صدقه دادن پاکسازی نفس است. الله تعالی فرموده است: از مالهایشان صدقه بگیر، آنها را پاک بساز و تزکیه بکن با آن. همچنین در آن پیروی از پیشوای ما محمد صلی الله علیه و سلم که برای بلال فرمودند: ای بلال، انفاق کن و بیم کم کردن از صاحب عرش مدار. همچنین الله تعالی عوض آنچه را مسلمان انفاق کرده برایش میدهد. الله تعالی در این مورد میفرماید: و آنچه را که انفاق کردید عوضش را میدهد و او بهترین روزی دهنده است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای گروه تجار، خرید و فروش سخنان بیهوده گفتن و قسم یاد کردن دارد، پس آن را با صدقه دادن بیاموزید. و از فواید صدقه نفلی کسب حسنات و کفاره گناهان می باشد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که به مقدار خرمایی از کسب پاک که الله تعالی جز پاک را نمیپذیرد صدقه بدهد، الله تعالی آن را به دست راست خود میپذیرد و سپس آن را برای صاحبش پرورش میدهد، همان طوری که یکی از شما کره اسبش را میپروراند تا اینکه مانند کوهی بشود. و بهترین پیامبران و سخاوتمندترین مردم صلی الله علیه و سلم فرمودند: زمانی که انسان بمیرد عملش منقطع می شود مگر از 3 چیز: مگر از صدقه جاریه و یا علمی که از آن استفاده کنند و یا فرزند صالحی که برایش دعا کند.